سلام و درود به تک تک بیننده های کانال. کاپو آقا بالاخره 9000 تا کردیم با 1001 مشقت. با این وضعیت فوق تخمی اینترنت تا جای این فیس کمر رو درست کنم گفتیم بیایم یه ویدیو بگیریم. خب رویال دلیوری خوب جایی انداختم تقریبا به نظرم. یارو کدشو گرفت، پرنسسشو. یه پرنس نباید الان رو میکردم ولی خب مجبورم، وگرنه این یارو تیراندازش آجی سرویس اون میکرد. او زپ 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 عالی. برو پرنس بزنه تقه رو. پرنس 14. آخ 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 آره زفشو گاییدم حاجی. پرنس 14 یه تقه تو جهش مینداخت عالی بود، ولی خب بازم راضیم. دوتا تقه درست انداخته حاجی. هر وقت با فیس کم ویدیو میگیرم تمرکز ندارم روی، نه روی زاویه دوربینش نه رو بازی دیگه. اگه خطای تصویری پیش میاد به بزرگی خودتون ببخشید. آقا دمتون گرم. این ویدیوهای لانگو تا آخر ببینین، یه لایک هم پاش بندازین. نمیدونم چرا لایک نمیگیره این ویدیو. بعضی از دوستان کامنت میذارن میگن لایک میکنیم ولی لایک ها ظاهرا ثبت نمیشه. حالا یه همتی کنیم ببینیم مشکل از جای دیگه است یا از خود یوتیوب. یه گلدن نایت، یه رویال دلیوری راحت این مگا نایتشو میگیریم. خب بذارم این تیرانداز جادویی آجی. به فارسیش مینویسه تیرانداز جادویی، به انگلیسیش خداییش نمیدونم چیه یارو. اینو بگیریم. اسکلتار میشم با یه زپ. حالا فش بشه فرصت خوبیه که با یه فاصله بیاد پشت داستان. البته آخ آخ یارو مینی پکا داره، تو دفاع خیلی کمکش میکنه. البته اگه اوضاع رو خوب سفت نچسبم تو حمله هم میتونه خیلی کمکش کنه. یه گلدن امون نمیده که بتونم اکسیر یکم ذخیره کنم راحت بیام توی حمله دو طرفه. یه ویچ از پایین، یه رویال دلیوری میایم روی مگانایتش. راضیم. یه نایت هم پشت سر مگانایت. جمع آجی، جمع هیچ کار نمیتونه بکنه. تمامه. یه پرنس از این ور. زپ آماده است که اسکلتارمیو که بذاره. اسکلتارمیو بزنیم بنازم به گلدن نایت که چسبید به تاورش. گلدن چسبید به تاورش. رویال دلیوری آخو خیلی دیر اومد آجی، خیلی دیر اومد. ای توف توی این سرعت رویال دلیوری که عملا بازی رو برگردوند حاجی. سر یه رویال دلیوری بد جا زدن باختم. سر یه دلیوری بد جا زدن به بازی خیلی ستمه. خدا وکیلی خیلی ستمه حاجی. چیکارش کنم؟ یارو خیلی زود داره کارتاش باز میشه. من نمیدونم این کسکش اکسیر اینقدر از کجا میاره. نه من گولم اکسیری جلوش گذاشتم نه خودش پمپ اکسیر داره. فش بشه بزن این پرنسس حرومیشو. راضی هم ازش. یه فریز رو تاورش بره نایت. ای بابا حاجی. رویال دلیوری این دفعه به موقع میاد پایین. این دفعه به موقع اومد پایین. حلالشه. 280 تا مال ماست. 429 تا مال یارو. یه دقیقه وقت مونده. خار این فش بشه رو سگ بگاد که اینقدر خطا نره حاجی. زپ بیاد رو تاورش بنازم. گنگ اولین مش حاجی داشت بگاهی رخ میداد. داشت بگاهی بعدی رخ میداد ولی خدا رو شکر تونستیم اولین مچ رو ببریم پیش دوستان. شرمنده نشیم. او این هم همونجور که از اسمش مشخصه شرق آسیایی چشتنگ کنگوشاد. یه گلدن مجبور بودم وگرنه اومد نامردی کنه و با مینی پکاش خیلی زود دنده بندازه به ما. یه رویال دلیوری میندازم که این دارت گوبلینشو بگیریم باش. ویچ یه نایت با فاصله تقریبا بیشتر، یه فاصله تقریبا زیادتری با ویچ بره. با یه اکسیر بیشتر مدیریت کنم. ای توف توی این بازی که یکی قبلی هم چیز داشتی اسمش مگانایت داشت. دیدین چقدر اذیت شدیم سر این داستانش. اینم مگانایت داره که کلا با مگانایت ها داستان دارم. این که بدتر از اون ویچ هم داره. یه رویال دلیوری حلال خور. ویچشو دفاع کردیم. این فیس کم کیری یه بار بالا یه بار پایینه.
حاجی باید اکسیر رو مدیریت کنم دیگه. اکسیر رو مدیریت نکنم میتونه فاکتاب بشه. ویچ 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 فشفشرم بذاریم. عالی عالی ویچ عالی. حاجی نایتو از راست میفرستم. امیدی ندارم که نایت برسه فقط واسه این که عملا دو طرفه کرده باشیم یکم تمرکز یا رو حداقل تو حمله به هم بزنیم. داشتن که الان اکسیرشو فول میکنه، مگانایتشو میندازه جلو ویچ. بره گلدن تو سرعت. بنازم به گلدن نایت. بنازم به گلدن نایت. جور خیلی ها رو داره میکشه. حالا وقت پرینسه. حالا وقت پرینسه. یارو یکم تو ضعف اکسیره. بنازم رسید. اون چیزی که باید میرسید و باید میچسبید به تاور یارو چسبید. کار جمعه داداش. کار جمعه ویچ. او باسپاندیت هم گذاشت. باسپاندیتشو الان رو کرد. ترکیب واقعا سنگینی داره. ولی خب ذوبش کردیم بدون هیچ دردسر خاصی. راضی هم از بچه ها. یه فریز میریم رو تاور. او کاش یکم فریز دیرتر انداخته بودم. 184 تا مون داشت، یعنی عملا چیز زیادی هم نیست، ولی خب همین میتونه دردسر ساز بشه. یه فشفشم پایین. رویال دلیوری دیر داره باز میشه. آجی دیر داره باز میشه. آخ 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 آخ. تاور آجی تاور رو زد. یه فریز. نایت بیاد تو دل ویچش. یه زپ بریم رو تاور. با زپ و مپ و داستان و اینا سعی میکنم کار رو جمع کنم. بره گلدن تو سرعت بچسبه به تاور دیگه. ای نشد ایموجیشو بذارم. فاک. پرینس نایت. پرینس این باسپاندیتو بزنه آجی مشکل حل تا حد زیادی. آجی فکر کنم ما رو زد. بگینگی زد. چیزی نموند از تاور. آخ آخ فشفشی کسکش اومد کنار. خب من خوار این فشفشه رو گاییدم. اعصاب نمیذاره واسه آدم این بازی. یعنی کلش رویال آدم هر چی زودتر پاکش کنه بیشتر به نفع سلامت اعصاب و روانه. فاتحه آدم میخونه دیگه. او یه بار نت کیری اذیت میکنه، یه بار اینجوری بازی اینجوری میشه. نایت بره سریعتر سمت چپ. فشفشه پشت سرش به خاطر که این یارو قول اسکلتیشو گذاشت. بکم بوده اکسیر خورد. رویال دلیوری میندازم یکم کج. بنازم تاور چپشو گرفتیم. عالی. ولی خب این الان تاور راستمون قطعا میگیره. خب دیگه ویز 15 داره این یارو هم که 14 است. تاورمون که رفت. تاور که رفت. یعنی میگم فقط یه جوری کنم کینگ تاور رو نتونه بگیره. با زپین اسکلتاشم میزنم. یک انگار بازی تازه شروع شده. دو نفر وقتی که تو حمله سگی به هم دیگه دمیج بدن، دفاعی درستی نداشته باشن، این میشه. یه ویچ میاریم که این مینی پکاشو بگیریم. یه نایت بازم از بالاترین نقطه راست. آجی فش بشه بزنه تقه رو به ویچ. بنازم تقه یه تقه دیگه بندازه ویچش تقریبا رفته. عالی. راضی هم از فش بشه. راضی هم آجی از فش بشه. یه رویال دلیوری باید بیارم که این تفنگدار یا همین ماسکرشو بگیرم. خیلی هم نقطه زن اومد پایین. یه گلدن نایت. گلدن اینو بزنه بگاد بعد دیگه باید بره تو سرعت که بمب این یارو روش تاثیر نذاره. عالی. راضی هم از سیستم. خب نتونست متاسفانه بچسبه به تاور، ولی اخ کاشی آجی چیز میکردم. الان هیچ کارتی ندارم، فقط با زپ تونستم. با زپ هم نتونستم. پرینسشو دریوس رو نکرد. بعد دمیج از پرینسش گرفتم. فریز باز بشه. خب بزن ویچ کسکش. تاور رو بزن که همینجوریشم عقبیم. یه رویال دلیوری بیاد رو ماسکر. عالیه. با گلدن نایت اجی میرم از راست. ویزاردش اونوری گذاشت. گلدن آخ گفتم گلدن چسبید به تاورش ولی نه.
همین که گلدن ولی زد ساب بچه این پرینس رو درست کرد. راضی هم ازش. پرینسش هم با یه زپ تضعیف میکنم. پرینس خودم رو میذارم از این ور. او به اسکلتار میرسیدیم آج. داستان شده این بازی هم، خیلی داستان شده. رویال دلیوری میذارم ویچش بیاد نزدیکتر. ویچ خودم رو پایین. او ریدمان کردم آجی، ریدمان مطلق. خدا رو شکر نایت بازه، وگرنه پرینسش تاور میگرفت ازم گوبلینشو. الان بیشرف رو کرد. تازه تو دمیج برابریم تقریبا، یعنی نمیشه واسه یه ذره گفت من جلو هم. توی دمیج برابریم. خیلی هم بده اوضاع، خیلی بد. یه ویچو کاش که بالا نمیذاشتم آجی، این بمبش ویچو گایید. رویال دلیوری نایت زپ. حالا یارو تو دمیج جلوه دیگه، قشنگ 600-700 تایی جلوه. حالا این اگه مگه میشه الان اینو چیز کرد؟ مگه میشه الان این بیشرف آجی زد؟ 50 ثانیه هم بیشتر نمونده. کی راجی تو خندات توش باشه بخندی دیوس. زورمونو داریم میزنیم ولی خب دیگه بعضی موقع زورتو میزنی ولی زورت نمیرسه. یه پرینس از پایین میذارم آجی با گلدن. او گرفت اون جایی که باید نباید میگرفت و گرفت. فکر همه جاشو کرد. فکر همه جاشو متاسفانه کرد. خوب پیش نرفتیم، اصلا خوب پیش نرفتیم. یه گلدن نایت از بالا گرفت. تاور گرفت. قوی بود یارو، واقعا قوی بود. یه گول پلیت باید بهش بدم. چقدر شد تایم ویدیو؟ 12-13 تایی شد. یه مچ دیگه هم بریم. حالا دیگه امید که اینو ببریم با برد ویدیو رو ببندیم. همین که امروز کاپو تونستم برسونم به 9000 تا، خودش رضایت رو ایجاد میکنه. آجی گلدن بره تو جایش که همین یارو رو یه سپرشو بندازه، هم تاور رو. اوه 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 صاحبش اومد. یارو الکترو جاینت داره. بنازم به گلدن نایت که هم اون شوالیه دارکشو زد، هم همین که دمیج خیلی پری داد بهش. پرینس بره بچسبه به تاور. زپ آماده است. گوبلین کیج داشت، گفتم شاید اسکلت آرمی بذاره. زپ آماده داشتم ولی خب فایده ای نداشت. ویچ بیاد از پایین. آجی زاویه فیس کم خیلی کیریه. ویچ با فاصله زیادی با ویچ نایت بره با یه زاویه بیشتری. فریز باز بشه. عالی عالی. فریز به موقع. آجی زپ رو بندازم خیلی کمک زیادی به ما میکنه. تاورشو تا حد زیادی زدم. این گله خوب کاجی کجای دلم بذارم. ولی خب نه، خوبکای پردل. او به جای فش بشه آجی رویال دلیوری اونجا انداختم. خطای ضربه، خطای دست. تاورم بگینگی رفته. بله تاور رفت. تاور اول صاف کرد. ولی خب تاورشو که میزنم. حالا این 170 تاش مشکلی واسم ایجاد نمیکنه. یه گلدن نایت میذارم از این ور بره بچسبه به تاور. بنازم یک کردیم. حالا دست بالا رو ما داریم. حالا دست بالا رو حاجی داره. این داداشه که داره ویدیو رو میبینه ارزم به حضورتون بچه های کلنه دیگه. چشم بالای ویدیو آبیه. این ما تاور میزنیم گریه میذاره، اون یارو تاور میزنه خنده میذاره. داشت با خودت چندی با ما یا یارو. تاورش حاجی صاف کردیم. تاور رو صاف کردیم خیلی پر. عالی عالی. 20 ثانیه مونده ببینیم میشه تری کنیمش به اصطلاح. 3 تا تاورش رو بزنیم. این کسکش پدر سگ خوک داره از ته درست میکنه. خوک پارتی هم باشه اینقدر خوک تو درست نبکنی. گیرم دهن هرچی خوکه. یه فریز رو تاورش. آقا دوست داشتین لایک کنین، کامنت بذارین.
مرسی از همتون که ویدیوها رو میبینید.